امروز با موضوع پناهندگی در خدمتتون هستیم. سوالی که خیلی وقتا همه دارن، خیلی وقتا توی کامنت ها از ما میپرسن یا موقعی که زنگ میزنن. برای کسایی که درخواست پناهندگی دادن و حالا به هر دلیلی میخوان برن ایران یا رفتن اومدن پروندهشون تحت تاثیر قرار گرفته، میخوایم بررسی بکنیم ببینیم که چه اتفاقاتی امکان داره بیفته و چه اتفاقاتی اگر که افتاد چجوری میتونیم ازش پیشگیری بکنیم و یا حلش بکنیم. مورد اول اینه که موقعی که شما درخواست پناهندگی میدین حق رفتن به کشور مبدأ رو ندارید، که تو کیس ایرانی ها میشه پاسپورت ایران و میشه کشور ایران، یعنی نباید به ایران مسافرت بکنین. جواب این سوالی که تا کی، جوابش میشه هیچ وقت. حالا اگر پیار گرفتید و ترافل داکیومنت گرفتید، توأماً پاسپورت ایرانتون رو هم تمدید کردید و رفتید ایران، امکان داره چه اتفاقایی براتون بیفته. امکان داره برین ایران برگردین هیچ کس هم نفهمه. خیلی وقتا این اتفاق داره میفته. ولی امکان داره برین ایران برگردین پلیس مرزی بگیرتتون به هر دلیلی، به خاطر اینکه ترافل داکیومنت دارین، به خاطر اینکه پروندهتون شک کردی یا به خاطر اینکه به صورت رندوم شما رو فرستاده سکندری. اون موقع است که شروع میکنه از شما سوال جواب کردن و اگر بهش ثابت بشه، بیشتر از 1% بهش ثابت بشه که شما به ایران رفت آمد کردید، میتونه این رو توی پروفایلتون بذاره. شاید همون موقع باهاتون کاری نداشته باشه، ولی موقعی که میخواین سیتیزن بشید، آفیسری که مسئول در واقع سیتیزنشیپ که شماه به پرونده شما گیر بده و یا همونجا شما رو به دیتنشن ببرتتون در واقع توی حبس و از کشور اخراجتون بکنه. درسته، اجازه اینو دارین که اعتراض بزنید، ولی خیلی وقتا اون اعتراضی که میذارین حتی تو دادگاه فدرال هم رد میشه. چرا؟ چون شما به کشوری سفر کردید که دیگه جونتون در خطر نیست. پس تکنیکلی اون پناهندگی باطله و این خب خیلی درست و نرم قضیه هستش. اگر فکر میکنید for any reason، به هر دلیلی، میتونه عروسی باشه، میتونه ارث و میراث باشه، میتونه دعوای خانوادگی باشه، میتونه دلتنگی وطن باشه، میخواین به کشور ایران برگردید، پناهنده نشید. فقط صرف این که میرین در واقع کلیسا دینتون رو عوض میکنید، نمیتونید درخواست پناهندگی بدین. یه جایی یه موقعی گیر میافتین. مورد بعدی، پناهندگی داده رفته ایران اومده پلیس گرفتتش، خانواده‌اش چی میشن؟ کل کسایی که تو اون پرونده پیار بودن تحت تاثیر قرار میگیرن. درسته تو بعضی موارد میشه چندسی کرد، تو بعضی موارد کلن آفیسر چشم‌پوشی میکنه، ولی این برای همه اتفاق نمیافته. و یه چیزیه که ایرانی‌ها میگن، پاسپورت تو گرفتی دیگه حله، هیچ اتفاقی برات نمیافته، میتونی بری ایران برگردی، اصلا خود بمون اینجا، پناهندگی بده، پیار شو، سیتیزن شو. سیتیزنشیپی شما رو به خاطر دروغ گفتن توی پرونده که میشه میسرب، قانون 40 ارپا، میتونن ازتون بگیرن. موقعی که سیتیزنشیپیتون رو میگیرن، اتوماتیکلی استاتوس شما یه پله میاد عقب‌تر، یعنی میشین پرمننت رزیدنت. پرمننت رزیدنتیتون دوباره بررسی میشه، میبینه که بیسان رفیوجی بوده، رفیوجیتون رو دروغ گفتین، برمیگردین یه پله عقب‌تر که حالا یا ویزیتور بوده یا استادی بوده یا ورک پرمیت بوده و چون اون دیگه ولید نیست، حکم ریمووال اوردر براتون صادر میشه و از کشور باید خارج بشین و یا اخراجتون میکنن. اینا رو در نظر بگیرین. اینی که شما میگین دوست ما رفته، این رفته، اون رفته، بازم میگم امکانش از هیچ وقتم گیر نیفتین، ولی امکانش هست تو همون بار اول بگیرنتون. اینو همیشه در نظر بگیرین، این ریسک رو همیشه در نظر بگیرین. باز تو این مورد سوالی داشتید میتونید به ما مسیج بدید. همونجوری که میدونید ما مشاوره رایگان داریم و مشاوره تخصصی در خدمتتون هستیم.